در ناحیه باباجان غفورов روز ورزشگران با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده شد. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورov ضمن سخنرانی خود در چهاربینی که بخشیده به روز ورزشگران برگزار گردید از توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت رشد و عمومیت ورزش یادآور شده قید نمودند که روز ورزشگران امسال در روزهای جشن گرفته می شود که مردم نیکبخت کشورمان در فضای روزگار آسوده آرام با مهنت سازنده و بنیادکار و با هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سوی آینده درخشان قدم‌های استوار گذاشته ایستادند. قید کرده شد که تربیت سالم انسان از قدیم الایام بین نیاگان ما وظیفه اولین حسابیده میشد. تحت رهبری و سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ورزش همچون عامل تشکل انسان برکمال در حیات جمعیتی مقام خاصه پیدا نموده است. در این روند در مقامات محلی حاکمیت دولتی با اقدام رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده بر رشد همه‌جانبه ساحه ورزش و تربیت جسمانی بنیاد میدانچه‌های ورزشی و فراهم آوردن شرایط مساعد سالمگردانی و بردمی انسان توجه مخصوص داده می شود. ورزش همزمان واسطه مهمی تشکیل و برگزاری فراغت بوده به همدیگر فهمی باوری تحکیم همکاری و دوستی و رفاقت ساکنان مملکت تاثیر مثبت دارد. امروز ورزش همچون یک رکن ملی به حیات سیاسی و جمعیتی و فرهنگی ما وارد گردیده به شبهه در ردیف دستاوردهای استقلالیت وطن عزیزمان مقام خاصه کسب کرده است. قید کرده شد که در ناحیه 2 مکتب ورزشی 5 ورزشگاه زیاده از 160 میدانچه‌های ورزشی 60 عدد تالار ورزشی و 2 حوض شناوری فعالیت دارند. در مکتب‌های ورزشی ناحیه زیاده از 1000 نفر جوانان و نورسان همروزه به مشق و تمرین و 1000 نفر جوانان و نورسان همروزه به مشق و تمرین و ورزش کسبی فرا گرفته می‌شوند. در ناحیه باباجان غفورov ایدی ورزش رو ما نگذراندیم. اومد در ناحیه باباجان غفورov ورزش روش شده است. نمودهای بوکس، گشتی طرز آزاد، گشتی یونان رومی، گشتی ملی، والیبال، بسکتبال، بادمینتون، فوتبال همه نمود داریم که بچه‌ها مشق می‌کنند و در مسابقه‌های ولایتی جمهوری بین‌المللی اشتراک کرده جای نمایان گرفتند. ما مربیان کوشش می‌کنیم که در آینده بچه‌ها در مسابقه‌های ولایتی جمهوری مسابقه بین‌المللی چمپیونات آسیا جهان و المپیک تیار نماییم که آنها پرچم جمهوری تاجیکستان را بردارند. قید کرده شد که من بعد مربیان و مسئولین ساحه ورزش ناحیه کوشش به خرج می‌دهند که برای آماده نمودن ورزشگران کسبی سهم ارزنده گذارند. 2 سال است که من در نبرد بوکس مشق میکنم. در مسابقه‌های بین‌الخلقی اشتراک کردم. در آینده میخواهم که چمپیون جهان و بازی المپیک باشم. یک قطار مربیان و ورزشگران پرتجربه بخشیده به روز ورزشگران با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورov قدردانی کرده شدند.